وضع ناگواری بازار کتاب تجارتی که کم فایده و پرضرر است. 40 سوم ارزش دارد. اگر انداز کم شود شاید های 25-30 سوم بیفتد که خواننده هم به یگان دشواری مشکلی میتواند کتاب خریداری کند. تنها داشتن سرمایه و امکانیت ها کفایت نمی کند. مشکل این کتاب دکان‌های کتاب فروشی از آن است که متخصصان ساحه کتاب نیست. پول نمی رسد. آیا واقعا نرخ کتاب ها گران است؟ کامپیوتر هست، نوتبوک هست، تلفن هست، پلانشت هست، آیفون هست، دیگر هست. کاغذ تشناب آن را برای ما از کتاب ها می سازند. زیرا او از راه آسان زندگی را یافته است، یعنی که یگان راهی که باشد نباشد. وضع بازار کتاب، طلبات خریداران، نظر ناشران و صاحبکارانی که با تجارت کتاب مشغولند. در کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب یکی از عامل‌های مشکلات مالیوی مؤسسه را از رشد فروش خصوصی کتاب می‌دانند. با سودای دولتی کتاب در کشور اساساً کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب اینچنین نشریات دولتی مسئولند. بازار کتاب تاجیکستان اساساً از شهرهای دوشنبه و خوجند تامین می‌گردد، ولی مبادله مال و مواد بین این دو شهر تامین کننده کتاب کم بوده است. طور معلوم شماست امروز سودای آزاد حکم فرماست، از جمله در بازار کتاب. بازار کتاب در کشور ما اساساً در دو واحه، در پایتخت کشور و در شهر خوجند خیلی فعال است. گردش کتاب های زیادی مورد گردش قرار دارند و در معرض نیازمندان و مشتریان گذاشته شدند و در رابطه با علاقه بین دو بازار، یعنی بازار شهر دوشنبه و شهر خوجند همین رو گفتن ممکن است که نه در اون سطحی است که مثلا امروز ما رو قانع بگردونه و رابطه تبادل مال نه در سطحی است که قانع کننده باشه و فکر میکنم که برای اصلاح وضع باید تدبیر فوری جسته شود، زیرا نبودن تبادل مال میان این دو بازار به آن آورده میرساند که نیازمندان شهر دوشنبه به خصوص قشر کتابخانه جامعه که دانشجویان هستند و آنها به کتاب‌های ساحوی و علمی و پژوهشی بسیار سخت نیازمند هستند، چون تبادل مال میان این دو بازار نیست. دانشجویان پایتخت از کتاب‌هایی که در منطقه در شهر خوجند به صرف عالمان و پژوهشگران به اویه میرسند به خبر میمونند. دانشجویان و طالب علمان شهر خوجند از کتاب‌های علمی پایتخت. کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب با اصول خوجگیداری خود مبلغ گذار فعالیت نموده از حساب درآمدهایی که از فروش کتاب به دست می‌آورد خودکفا نبوده است. راه اساسی بهبود وضع را مدیریت کارخانه در تغییر شکل فعالیت، یعنی به مبلغ گذاری بودجوی تبدیل دادن مؤسسه می‌بینند. در مواد تحلیلی که کارخانه مذکور در اختیار ما گذاشت آمده است، دورنمای کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب بازگو می‌سازد که اگر برای اصلاح حالت حکم فرما چاره‌های فوری دیده نشود، آن اقتدار استحصالی ناچیزی در اختیار داشته‌اش را نیز از دست می‌دهد و با این حال بازار سودای کتاب در جمهوری ما پورا در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. با پیشنهاد این مؤسسه به راه ماندن نظام یگانه سودای کتاب به رشد ساحه مساعدت میکند، چون این نظام تا رشدیابی سودای خصوصی کتاب وجود داشت و مؤسسه مذکور قبلا با عنوان کارخانه تاجیک کتاب در اداره آن صلاحیت داشت. در شرایط اقتصادی بازرگانی به رقابت در بخش خصوصی، رشدیابی تجارت در اکثر موارد امکان ناپذیر ارزیابی می‌گردد. در چند سال اخیر تجارت خصوصی در بازار کتاب تاجیکستان رشد کرد. نشریات خصوصی، صاحبکاران انفرادی، مؤلفان و تالیفگران و ترجمان‌ها با استفاده از امکانیت‌های اقتصادی و حقوقی که در تجارت خصوصی کتاب پیشنهاد شده است، وارد بازار شده بیشتر در شهرهای مرکزی کشورمان در مغازه‌های خرد و بزرگ کتاب را برای مردم گشادند، ولی در منطقه‌ها دسترسی به کتاب‌های تازه نشر هنوز هم مشکل است. اینجا منظور از کتاب گفتن تنها کتابی
بدیعی نیست. در اینجا مثلا کتاب های علمی، اگر فرض بریم یک کتابی علمی مثلا آثار سینا، اگر برای یک نفر خوانندی ناهی دوردست لازم شود، به خاطر یک دسترسی یافتن به همین کتاب او مجبور است که یا به شهر بیاید و یا به یکون عموما به مرکز نزدیک بیاید. در دهات نیست متاسفانه همین چیز و بسیار این زمان فرا رسیده است که امروز با وزارت فرهنگ، عموما نشریات های دولتی ادیب، عرفان و دیگر نشریات ها رونمایی کتاب های تازه را بیشتر کنند. در بازار نسبت به مواد چاپی کاغذی طلبات مردم کاهش یافته است. از حساب درآمدی از سودای کتاب به دست می آمده، مبلغ اجاره، انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی مشکل اساسی کتاب فروشان است. در بازار خصوصی کتاب اکثرا صاحبکاران فعالیت می‌کنند که در این راه سابقه نکم از 10 ساله کار را دارند. صاحبکاران نو در بازار کتاب کم به چشم می‌رسند، زیرا سودای کتاب در کشورمان کم درآمد باقی مانده است. کاهش دادن انداز، ارزان نمودن نرخ رکلامه کتاب در رسانه‌ها و واسطه‌های تبلیغاتی، جاری نمودن امتیازهای دیگر راه‌های توسعه یابی تجارت کتاب است. واقعا همین بسیار خوب میشد که همین انداز و اندازبندی در همین صاحب کتاب و ترغیب کتاب کم میشد. یعنی امروز یک کتابی که مثلا 40 سوم ارزش دارد، اگر انداز کم شود شاید های 25-30 سوم میافتد که خواننده هم به یکون دشواری مشکلی میتونن کتاب خریداری کنند. از بس که انداز نرخش کمتر بلندتر است، فروشنده هم در بالای آن فرق انداز میموند. در چاپخانه هم انداز مثلا نرخ میموند. برای تجارت کتاب را پیشه نمودن تنها داشتن سرمایه و امکانیت ها کفایت نمی کند. کتابداری و کتاب فروشی کاری تخصصی است و برای سوداگر کتاب ها بودن اختصاص مخصوصا تکمیل یافته داشتن صاحبکار تقاضا می شود. امروز در مغازه های کتاب فروشی بسیار وقت فروشندگان برای پیدا نمودن ادبیات ضرور خریداران با مشکل دچار می آیند. اصلا من فکر میکنم که مشکل این کتاب دکان‌های کتاب فروشی از آن است که متخصصان ساحه کتاب نیستند. بسیاری آنها متخصصی ساحه کتاب نیستند و کورکورانه کتاب‌های میگیرند که مثلا در خور مردم نیست. کتاب را باید شناخت. کتابدار باید مثل یک زنبور عسل باشد که بهترین کتاب ها را مثلا چگونه که زنبور عسل از گل ها شهد جمع میکند، کتابدار نیز باید همین گونه با مردم کتاب پیشنهاد کند. امروز بسیار کتاب ها چاپ شدند که مثلا کتاب های هستند که اصلا میبخشد یک خواننده نمیتواند از آنها یک چیزی که برای خودش معقول باشد یا غذای معنوی گرفتن نمیتواند. این گونه کتاب ها هم زیاد هستند. وظیفه کتابدار مثلا از آن عبارت است که مثلا کتاب خوب را از کتاب مثلا که اهمیتش کمتر است فرق کرده تواند یا جدا کرده تواند و به خریدارا یا مزاجا پیشنهاد کرده تواند. این گونه پرابلم هم جای دارد. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی خبر رسانه‌ها بحث دوستداران کتاب را گرم کرد که آن در مسئله استفاده از کتاب در استحصال کاغذ تشناب بود. بنابر خبرهایی که مورد بحث بود، کارخانه‌های استحصالگر کاغذ تشناب خانه به خانه گشته از مردم کتاب می‌خریدند و از آن کتاب‌ها کاغذ تشناب استحصال می‌نمودند. تکرارا قید میکنیم که در بازار نسبت به مواد چاپی کاغذی طلبات مردم کاهش یافته است. بسیار وقت در این موضوع از گرانی نرخ کتاب شکایت شنیده می شود. در قیاس به درآمد مالیوی مردم آیا واقعا نرخ کتاب ها گران است؟ این سوال نظرسنجی و تحلیل عمیق می طلبد. یکی از سبب‌های کاهش‌یابی توجه مردم نسبت به کتاب این را در گرانی نرخ کتاب ها میدونند و برای شما پوشیدن نیست که شاید تا یک اندازه چنین هم باشد، ولی مشتریان ما باید فراموش نکنند که واقعا هم چیزی که مواد خام چاپی که برای آماده سازی یک کتاب ضرور است در کشور ما استحصال کرده نمیشوند. همه اونها از خارج و تاجیکستان عزیز ما وارد میگردند و
امروز چون بحران شدید اقتصادی حکم فرماست، نرخ مالها، کل مالها در نه تنها در داخل در بازار جهانی بالا می رود. خواه ناخواه به نرخ مواد چوبی نیز تأثیر گذار است و یکی از سبب‌های بالاروی نرخ این رو می توانیم اساس بدونیم. دیگر اینکه چند وارد کننده مواد خام چوبی مثلا باج گمرکی میسپرد، دیگر اندازها هستند استحصال کننده، مثلا انداز پرداخت میکند، توزیع کننده، فروشنده انداز پرداخت میکند. همه اینها به نرخ کتاب ضم میشن و نرخ کتاب رو تا اندازه بالا میبرند. اما یک چیز قابل توجه و عجیب هم هست که کتاب یک بار خریداری میشه. مثلا برای دسترسی کتاب یک بار مبلغ پرداخت کردن لازم میاد. این اونقدر کار سنگین نیست و او کتاب میتواند سالهای طولانی برای یک خانواده، حتی برای مثلا چند خانواده خدمت کند. ما در یاد داریم سالهای پیش یک کتاب خوب در یک دهه از دست به دست میگذشت و پرداخت یک باره مثلا نرخ یک کتاب اگرچند در ابتدا اندکی گرانی دارد، ولی اون معلوماتی رو که در اختیار خواننده و کل خواننده ها میگذارد اون خیلی ارزشمند است، بی‌بها است. این مثلا پرداخت نرخ یک کتاب در نظر مشتری گران میتابد، اما امروز بر اثر پیشرفتن تکنولوژی نوی اطلاع رسانی و اطلاعگیری در هر یک خانه در برابر تلویزیون، کامپیوتر هست، نوتبوک هست، تلفن هست، پلانشت هست، آیفون هست، دیگر هست. اینها همه چشم طمع به کیسه استفاده برنده خود دارند. حق خدمت اونها را اگر پرداخت نکنند از خدمت مثلا صاحب خود دست بردار میشن و اونها مثل کتاب برای سالهای طولانی سالم باقی نمیمونند. اونها چون تکنیک هستند ویرانشوی دارند. این هم یک وسیله دست غارت دراز کردن به کیسه صاحبان اونهاست. این چیز به نظر انسان ها نمیتواند. در یک خانه برای کمش 3-4 تلفن در ماه تا شاید تا 100 سومونی هر ماه پرداخت کنند. این به نظر اونها نمیتواند، اما برای خریداری یک کتاب اونها خیلی چهره در هم میکشند، گویا که نرخ کتاب ها گران است. گران ارزشترین کتاب ها رو در کشورمان مؤسسه دولتی انسیکلوپدیای ملی تاجیکستان به نشر میرساند. هر سال برای آماده و نشر نمودن یک جلد دانشنامه ملی 470,000 سومانی از حساب بودجه دولت جدا می شود. همچنین از حساب درآمدها و برنامه‌های دیگری دولتی انسیکلوپدیای ملی تاجیکستان قاموس‌های گوناگون صحوی را نیز به نشر میرساند. در سال 2016 مؤسسه مذکور دانشنامه کودکان و نورسان را با صفت اعلی و مضمون بلند به نشر رسانید که در آن 590,000 سومانی خرج شده است. ولی انسیکلوپدیای ملی تاجیکستان در فروش دانشنامه‌های مکمل به مشکل دچار شده. متخصصان مؤسسه راه رهایی از وضعیت را می‌جویند. پیش از همه با کتاب‌های کودکانه، کتاب‌های شوق‌انگیز کودکانه، فرض کردیم دانشنامه‌ها که در تمام دنیا بسیار رایج هستند، از اونها استفاده نمی‌کنیم. نفرانی هستند که میروند با زبان روسی، انگلیسی اونها رو خریداری میکنن از سبب نبودن با زبان مادری. اونها رو تعلیم میدن، اما اونها اون طلباتی که علم دارد اونها قانع کرده نمیتونن و سبب ندانستن زبان یا نداشتن معلم و امثالی. کتاب باید که پیوسته رکلام شود. وزارت معارف مخصوصا باید که کتاب‌های انسیکلوپدیایی که انسیکلوپدیای ملی تاجیک یک گروه بزرگی دانشمندان کتاب‌ها را تهیه میکنن، اما وزارت معارف هیچ توجه به این کتاب‌ها ندارد و انسیکلوپدیای ملی مجبور است که با اون مبلغ‌های کوچکی که دارد این کتاب‌ها را نشر کند و وقتی که کتاب کم نشر شد به نهایت قیمت می‌شود. فرض کردیم دانشنامه کودکان و نورسان را ما نشر کردیم تا با 300 سامانی 350 سامانی یک کتاب خریدن، آدمایی که میفهمیدن که این کتاب چی ارزش دارد. اما نفرانی هستن که در 20 سامانی هم را نمیخرن.
در صورتی که در هر یک خاندان تاجیک این کتاب باید باشد. дар тоҷикистон бештар аз русия китоб ворид мегардад. қисми аъзами адабиёти илмие ки олимони тоҷик ба он ниёз доранд бо забони русӣ дастрас аст. тарҷумаи китобҳо ҳанӯз ба тиҷорати бузург табдил наёфтааст. чанд нафари ангушшуморе ки бо тарҷума ва фурӯши китобҳо машғуланд бештар адабиёти фалсафӣ тарҷума менамоянд ва ба тарҷумаи рисолаҳои илмҳои дақиқ ҷиддан даст назадаанд. барои табдил додани соҳаи тарҷумаи китобҳо ба хадамоти тиҷоратӣ аввал сармоягузорӣ зарурат дорад. соҳибкорони кишварамон ба натиҷаи бобарори ин бахш бовар надоранд. дар бисёр мамлакатҳо ҳар сари чанд вақт намоишгоҳҳои китоб ташкил мешавад ки аз ҳисоби масалан бисёр соҳибкорони хусусӣ масалан меценатҳое ки мегӯянд китобро маблағгузорӣ мекунанд. чуноне ки шумо медонед маблағгузорӣ кардан ба соҳиби фарҳанги китоб аз ҳама маблағгузорие ки оянда ба ҳамон хоҳ соҳибкори инфиродӣ бошад хоҳ каси дигар дивиденди зиёд меорад, фоидаи зиёд меорад. яъне ба китоб маблағгузорӣ кардан, ба фарҳанг маблағгузорӣ кардан, ин яъне пойгоҳи ҳамон ояндаи ҳамон миллат ё шахсро мустаҳкам мекунад. яъне шахси бо фарҳанг, шахси босавод дар кадом соҳае ки набошад, шахсе ки китоб хондааст, шахсе ки аз ҳама чиз бохабар аст, дар тамоми соҳа кораш пешрав аст. имсол ки соли ҷавонон эълон шудааст, ман фикр мекунам ва даъват мекардам аз тамоми ҷавонон ки бештар рӯ ба китоб оранд, рӯ ба фарҳанг оранд, барои ин ки чуноне ки чандҳо дар бисёр маъракаҳо мо мебинем сафи ҷавонон албатта имрӯз зиёдтар шуда истодааст, лекин ба ҳар сурат ки дар боло қайд карда гузаштем камтар аст. бояд ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар дақиқа вақти худро ба хондану омӯзиш сарф кунад. кадом намуди китоб дар кишвари мо серхаридор аст? назар ба қавли соҳибкорони бозори китоб ба рисолаҳои равоншиносии иҷтимоӣ ки аз маърифати молиявӣ меомӯзад харидорон бештар таваҷҷӯҳ менамоянд. саидакбар наҷибуллоев соҳибкоре ки бо савдои ҳамин гуна адабиёт машғул аст, ӯ мегӯяд муваффақияти чунин китобҳо дар он аст ки муаллифонашон аввал шахсияти худро муаррифӣ менамоянд, аҳамияти рисолаашонро шарҳ дода пайваста бо рекламаи китобашон машғуланд. ҳозир вақти он расидааст ки муаллифҳои китоб, мусаннифҳои китоб бояд ки реклама кунанд, бояд ки дар бораи худашон гап зананд, бояд гӯянд ки мисол китоби ман фалон 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 муҳтаво дорад. вақте китоби манро мехонед фалон чизоро шумо мефаҳмед, фалон чизо дар ҳаётатон тағйир меёбад. баъд харидор завқ пайдо мекунад ва китоби оноро мехарад. не ки китоб беҳтарин китоб бошаду дарунаша мо надонем ки чӣ. албатта ин китобам ба фурӯш меравад, лекин на ба он миқдоре ки мисол аз ин ҳисоб соҳиби китоб метавонад ки фоида бинад. барои он ки аз ҳисоби китобаш фоида бинаду китобаша зиёд харидорӣ кунад, вай бояд ки дар бораи китоби худаш гап занад, бояд ки реклама кунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод карда буданд ки 4 сентябри соли 2007 рӯзи гузоштани хишти аввали китобхонаи миллӣ дар сатҳи давлатӣ рӯзи китоб эътироф гардад. маврид дорад бигӯем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2012 дар шаҳри душанбе дари бузургтарин китобхонаи осиёи марказиро кушод. ин муассисаи буҷавӣ буда ба аъзоёнаш хизматрасонии ройгонро ба роҳ мондааст. ба ҷуз ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати рушди китобдорӣ фонди худро доранд ки ҳамасола аз ҳисоби он адабиёти илмиву бадеӣ ба нашр мерасад. хеле китобҳои нодире ки пеш дастрас набуд ё ки ба забони русӣ буду хонданаш мушкил буд ё ки ба ҳуруфоти форсӣ буд, бо дастгирии ҷаноби олии пешвои миллат хеле китобҳо ба таб расид, хеле дастраси мардум шуд ки мардум ба китобхонӣ рӯ оварданд. вазъи китоб, чоби китоб, вазъи тарҷума имрӯз нисбат ба солҳои гузашта имсол хеле хубтар аст. рӯи кор омадани як зумра китоби муаллифҳои масалан хориҷӣ ё тарҷумаҳо ё китобҳои гуногуне ки мазмуну мундариҷаи бисёр ғанӣ доранду барои тарбияи ҷавонон метавонанд саҳми босазое дошта бошанд хеле зиёд аст.
اما از چه باشد که برای آموختن علم های زمانوی، علم های دقیق بعضا کتاب ها برای ما نمی رسند. کتاب های بدیهی، کتاب های علمی، کتاب های ترجمه مثلا از دیگر زبان ها ترجمه شدن نسبتا هست، لیکن کتاب هایی که در ساحه تکنیکی باشد خیلی مقدارشان کم است. کتاب فروشی در کشورهای پیشرفته تجارت بزرگ است. در آینده با تجارت بزرگ تبدیل یافتن سودای کتاب در کشور ما از سطح اقتصادی و اجتماعی و معرفتمندی جامعه برمی آید.